وقتی دبیرستانی بودم همیشه صبح زود ساعت 5 اینطور راه میافتادم برم مدرسه. ایام امتحانات بود و مدرسه یکم از خونمون دور بود، واسه همین با دوستم تاکسی میگرفتیم. اون روز یکم زیادی زود اومده بودم بیرون و مجبور شدم تنها سوار تاکسی بشم. تو راه مدرسه بودم که متوجه شدم راننده با اینکه هنوز هوا تاریکه ولی اینک دودی زده و حس کردم داره از آینه بغل منو دید میزنه. چند سالته؟ یهو اینو پرسید و گفتم 18. دیگه هیچی نگفت و فقط رانندگی کرد تا اینکه جایی که باید به سمت چپ میپیچید ماشینو نگه داشت. پیاده شو. ببخشید؟ با وحشت ازش پرسیدم و اونم با ریلکسی جواب داد. گفتم برو بیرون. حیف که همسن دختر خودمی وگرنه نمیذاشتم پیاده شی. وقتی اینو گفت بدنم یخ کرد. سریع از ماشین پیاده شدم و بدون اینکه پشت سرمو نگاه کنم دویدم سمت مدرسه.